سلام به دوستان عزیز، حالتون خوبه؟ امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین. من افسانه‌ام، به ویدیوی ما خوش اومدین. سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ من پرویزم و اینجا پاردیس وایتیه. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم با معرفی ولایت سمنگان از کانال عزیز قلپ مدیا یا گلپ مدیا فکر میکنن. خلاصه هر جوری هست لینکش توی دیسکریپشن میذارم، اگه دوست داشتی از منبع اصلی تماشا کن که ویدیوهای بیشتری داره. خلاصه اومدیم با این ولایت، فکر میکنم تا الان نظرش جایت نرفتیم. ولایت‌های زیادی توی کانال هست، از خود کابل، بدخشان و ولایت کاپیستا که به تازگی گذاشتیم، ولایت‌های نورستان، قندهار و کل اکثر ولایت‌های افغانستان ما گذاشتیم. بس امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. حتما این ویدیو رو به دوستاتون معرفی کنید. مرسی از اینکه تا اینجا همراه با ما بودیم و بدون معطلی بریم واسه این ویدیو قشنگ رو دیدن. Let's go. با سلام به سلسله معرفی ولایت افغانستان خوش آمدید. برای حمایت لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و نظریات خودتان را با ما به اشتراک بگذارید. ولایت سمنگان یکی از ولایت‌های تاریخی و باستانی افغانستان هست که در گذشته‌های خیلی دور به نام سوم نشینان و سمنیار هم یاد می‌شدند و اما قرن‌هاست که به نام سمنگان شناخته می‌شود. مرکز این ولایت شهر ایبک نام دارد. آب و هوای ایبک شهرت بسیار زیادی داره و چنانچه گفتند آب ایبک، نان ایبک و خواب ایبک. از نظر موقعیت این ولایت بین ولایت‌های خب سمنگان اولا منو یاد سمنان خودمون میندازه. آره خیلی جالبه. و آیبک آره، گفت که نونش خاکش همه چیز خوب بود و فکر کنم یه نون مخصوصی داشته باشن. حالا من نمیدونم، اگه بچه ها ویدیویی از پخته شدن نونش داریم حتما بذاریم و ببینیم. چقدر آب و هواشو گفت خیلی خوبه. و بغلان در شمال کشور قرار گرفته است که با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان هم همسایه می باشند. علاوه بر این وجود کتل چنگور هندوکش و زمین‌های زراعتی منطقه ایبک در جنوب این ولایت و وجود دشت رگزار، آبدان علم و دریای آمو در شمال بر زیبایی‌های این ولایت افزوده است. بعد میگم ریگزار چیه؟ نمیدونم ولی تو ولایت کاپیستا هم ریگ گفت ریگ رونده فکر میکنم. شاید برف باشه. نه منظورش برف باشه. ریگ فکر میکنم مثل شناماسه باشه. بچه اگه میدونی حتما بگید، چون توی ولایت کاپیستا که دیدیم گفته بود که سالها مثلا از مردم افغانستان خیلی از ولایت‌های دیگه میان و تماشا میکنن این ریگ های رونده رو. شاید مثل خونه باشه که حرکت میکنه ریگاش. نمیدونم. حالا بچه اگه عکس چیزی دارید توی اینستاگرام من اینجا میاد میتونی واسم بفرستید. بیشتر باشندگان این ولایت را پشتون، هزاره‌ها، ازبک، تاجیک، ترکمن، ایماق و عرب تشکیل دادند. بزکشی و شکار آهو هم از جمله مهمترین تفریحات مردمان این ولایت است. اقتصاد ولایت سمنگان علاوه بر باغداری بر استخراج زغال سنگ از ولسوالی‌های دره صوف بالا و پایین و روی دو آب استوار میباشد. همچنین مردمان ولایت سمنگان بر تولید قالین و سایر صنایع دستی هم مهارت دارند. ولایت سمنگان مانند بسیاری از مناطق شمال افغانستان دارای پیشینه تاریخی بسیاری میباشد. سمنگان از آن جهت هم شهرت دارد که داستان آمدن رستم پهلوان افسانه‌ای و ازدواج وی با تهمینه دختر شاه سمنگان و در نتیجه به دنیا آمدن سهراب پسر رستم از این دختر با زیبایی ویژه‌ای در اثر بزرگ حماسی و ماندگار شاهنامه فردوسی بازتاب یافته است. چیزی که خیلی واسم جالبه اینی که توی افغانستان اون چیزایی که ما توی کتابا می‌بینیم تازه واسم بازگو میشه. یعنی گفتم خود سمنگان چقدر اینقدر آشنا واسم. بعد یادم اومده بود که توی اشعار شاهنامه اینو خونده بودم. خیلی شاعرامون هم یکیه. آره خب اصلا ما کلا یکی بودیم. میدونی چی میگم؟ توی ایران باستان فکر میکنم افغانستان یه مثلا ولایت جدا بوده، یه بخش جدا بوده از اون ایران کلی. خب که اسمشو فکر میکنم گذاشته بودن پرشیا یا یه همچین اسمی
که در کل ما خودمون با هم بودیم، یعنی مثلا حالا هر شاعری بوده یا هر هنرمندی بوده چیز مشترکی بوده، یعنی میشه گفت که آره این از همون یکیه یا این آره از ایران این چیز. تخت رستم که به عنوان بزرگترین مکان تاریخی در سامنگان به حساب می آید، از همین زاویه شهرت وسیع یافته و سالانه شمار زیادی از مردم از داخل و خارج از کشور و دیدن این مکان تاریخی و جالب می‌آیند. تخت رستم در یک بلندی قرار گرفته و از این بلندی تماشای شهر ایبک منظره دلپذیر و خوشایندی را ترسیم می‌کند. علاوه بر تخت رستم، حضرت سلطان، مغازه‌های بزرگ سبک بودیسم، مجسمه‌های خاکی سرخ رنگ هم می‌توان اشاره کرد. همچنین از جمله دریاها و بندهای معروف این ولایت می‌توانیم به دریای تاشقرغان که به عنوان بزرگترین منابع آبی ولایت سامنگان هست اشاره کنیم. گفت که خاک سرخ رنگ داره، پس میتونیم بگیم مثل هرمزگان خودمون خاک خوراکی داشته باشن. البته نگفت که خوراکیه، چون ایران بچه اگه نمیدونی بکنم جزیره هرمزگان باشه، چیز بندر هرمزگان باشه، یه قسمتی هست خاک‌های خوراکی دارن و مثلا حالت ادویه و اینا رو مصرف میکنن و اینجا گفت که خاک سرخه ولی نگفت خوراکی هست یا نه. اگه میدونین حتما بهمون بگید. شاید خاک رستم باشه یعنی کنیم. بند آب کلی که بین ولسوالی‌های رویدعا و حضرت سلطان و بند آب قشن در بین ولسوالی‌های خرم و سرباغ و شهر ایبک از دیگر بندهای این ولایت است. مناطق هزار سوم، قره کمر، شهر کهنه، رباطک، چارقلعه، کافرقلعه، غار یارملک و ده‌ها مرکز خرد و کلان دیگر از جمله مکان‌های تاریخی در ولایت سامنگان به حساب می‌آیند که نشانه‌هایی از تاریخ کهن این ولایت دارد. ولایت سامنگان در کنار شهر ایبک دارای 6 واحد اداری می‌باشد. ولسوالی‌های حضرت سلطان، خرم و سرباغ، دره صوف بالا، دره صوف پایین، روی دوآب و فیروزه نخچیر. چهار اولیا، سرولنگ، زیرکی، کمج، تور، رشک، نوالی، شیخه، شبگشک، دروازه، جرس، خواجه گنج، خواجه بلند، گرگ کشته، نوروزا، پایکوتل، پسقل، تیرک، خمیهاوز و بسیاری دیگر از جمله روستاهای این ولایت می باشند. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما لطفاً کانال ابسکرایب کنید. میکنم یکی از ترفیعاتشون اسب سواره. چون نزدیک ازبکستان درسته؟ نه تاجیکستان. اونا ایران هم که بالا ترکمنن همشون با اسب. ترکمن‌ها همشون اسب سوار میکنن. حالا اصلا بچه‌ها این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نه خیلی دوستتون از ما حمایت کنید و تا دور دیگه. خداحافظ.